صاحب تبریزی میگویند غافل مشو ز مرگ که در چشم اهل هوش موی سفید رشته به انگشت بستن است. اگر ما به مرحله های حیاتی خودمان، حیات انسان ها نگاه کنیم، از دوره گذریش از یک مرحله به مرحله دیگر، از یک فصل به فصل دیگری زندگی یک تغییرات های ظاهری میبینیم. مثلا وقتی که از دوران کودکی به دوران نوجوانی و جوانی میگذریم، میبینیم که مثلا در پسر بچه ها آهسته آهسته رویدن ریش، موی لب و این چیزها احساس میشود که این همون گذشتن از یک فصل عمر، از یک مرحله عمر به دیگر مرحله است. و همچنین وقتی که ما دیگر به دوران میان سالی و پیران سالی میگذریم، موی سفید پیدا شدن در سر و ریش، این هم یک نشانه مرحله نوی حیات است. حالا صاحب تبریزی اینجا چی زیبا از این یک نکته زیبا رو میگیرن، میگن که غافل مشو ز مرگ که در چشم اهل هوش موی سفید رشته به انگشت بستن است. ای انسانی که کم هوش داری، وقتی که تو احساس کردی یک موی سفید در خود دیدی، تو آگاه باش که تو الکی به نقطه نهایی نزدیکتر شده ایستادی به مرگ. چون معمولا موی سفید اون وقت در ما پیدا می شود که ما دیگر به دوران میانسالی و کهنسالی نزدیک می شویم. در جوانی کمتر است، مگر استثناء هست که بعضی هایی که از جهتی شاید یک نارسایی ویتامین و دیگر چیزا، اما معمولا این چیز نیست. حالا صاحب میگن که این موی سفید وقتی که در توتمین میدونی مثل چی است، در دوران پیشتر برای اینکه یک چیز رو فراموش نکنن در انگشت خود یک رشته میبستن. مثلا فرض کنیم باید فلان جا رو بعد یک رشته میبست که برای یک امر مهم وقتی که این رشته رو دید دیگر به یادش رسد که من این رشته رو به این خاطر بسته بودم که باید این کار رو یا این چیز رو فراموش نکنم. حالا صاحب میگوین که این مودمیدن موی تو که سفید شد مثل همین رشته به انگشت بستن است. یعنی که موی سفید رو دیدی، آگاه باش که تو الکی نزدیک به مرگ هستی، آماده باش، فرصت رو غنیمت شمار، عمر رو بیهوده مگذران، غنیمت شمار این چند روزه که هست. بسیار بزرگان ما از همین چیزها نکته های میگیرن که شاید ما اینقدر توجه نکنیم، اما بسیار زیبا صاحب اینجا بیان کردن. امیدوارم عزیزان ما نیز توانیم از آن گروه اهل هوش باشیم و از هر یک چیزی زندگی یک درس و یک عبرت برای خود گرفته باشیم.